ببینید، واژه تقلب و تخلف رو باید ما جدا فرض کنیم. در اینکه واقعا تخلف صورت گرفت و حجم این تخلف هم بسیار بالا بود، با توجه به شواهدی که ما از حوزه شبکه‌های مجازی می‌بینیم، این امری بالا و به نظر من اثبات شده هست. اما چرا این اتفاق افتاد؟ من به واقع فکر میکنم که دولت مستقر و دولت آقای حسن روحانی میدانست که شخص اول نظام در موضعی 50-50 وایساده و دقیقاً میدونه که آراء مردم قرار است شمرده بشن. یک قدم رو به جلو گذاشت و دست به این عملیات محیرالعقول زد تا به طرف مقابلش یک دستخوش نشون بده و به طرف مقابل نشون بده که اینها هم از توانایی بالا برای حالگیری طرف مقابل برخوردار هستند. و این عملیاتی که این حضرات انجام دادن آنچنان طرف مقابل رو دچار آسیب پذیری روحی کرد که هنوز هم نتونستند خودشون رو جمع جور بکنن و از اون بیرون بیان. ببینید، یک اتفاق بسیار خوب و یک خبر بسیار خوش در داخل جامعه ایران داره اتفاق میفته. این هست که نهاد مرجع برای گرفتن اطلاعات و اخبار فرو پاشیده، نخبه باوری فرو پاشیده و اقشار جوان با اعتماد به نفس بسیار بالا اما به صورت پنهانی، خاموش و عمیق و به صورت میلیمتری در حال پیشرفت هست. ما شاهد نشانه‌های بسیار خوب و زیادی در داخل جامعه ایران هستیم، به صورتی که الگوی سابق هرمی که از بالا دستور صادر میشد و تا پایین اجرا میشد فرو پاشیده و الگوی کندویی در اون نسج یافته و پرورش یافته. ما شاهد میلیون ها کندو هستیم که با هم در ارتباط هستند، هم جنس هستند، هم شعار و هم آرمان هستند و به صورت خاص و الگوهای خاص شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند و به تولید دانش و به تولید مفاهیم و به تولید اعتراضات با فرکانس خاص خودشون که قابل فهم برای اون نسل هست دارن صحبت میکنن. من به این قضیه و به این داستان بسیار باورمندم. رشدشون میلیمتری اما عمیق خواهد بود. معتقد هستم این جنبش جنس موریانه‌ای داره و بسیاری از ارکان قدرت و ارکان‌های پوسیده رو که در فرهنگ ما هست فرو خواهد بلعید بدون اینکه صدای خاصی داشته باشه.